اومدین به ویدیو جدید از چنل خودتون. امروز قراره بریم سراغ بازی I'm Not the Human، بازی که توشن مدتی که منتشر شده با داستان جالبش کل دنیا رو ترکونده و ما هم قراره بریم سراغش و بازیش بکنیم و تا آخرین پارتش و این اولین پارتشه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب بچه‌ها خیلی خوش اومدین به این ویدیو. دوستان بازی I'm Not the Human. آقا بریم داخل بازی و کامل واسهتون توضیح بدم. بله بچه‌ها خیلی خوش اومدین به بازی. کارو بگیر. راستشو بخوای ما تازه از سفرمون برگشتیم. از خونه موندن خسته نشدی؟ آره یادمه. ما رفتیم ساحل ولی دیروز هوا خیلی گرم بود، برای همین زود رفتیم. آره داریم اون رو برای مدرسه آماده میکنیم. اون نمیخواد بره ولی چیکار میشه کرد، درسته؟ من خیلی خوب، من یه سر شب میام. یکی فکر کنم همسایه‌مون اگه اشتباه نکنم شب میخواد بیاد خونم. باشه بعداً با حرف میزنم. خدافظ. کارو بگیر. سلام همسایه، خیلی وقت ندیدم، از زندگی چطوره؟ این بچه فکر کنم همسایه ماست. کارو بگیر. مثل همیشه بذار رو کراس بهت بگم، من به یه دلیل اومدم اینجا. یکم نگران تو شدم. نگران من؟ یه اتفاق خیلی بد انگار داره به سمت ما میاد. همین الان با دختر خالم تلفنی حرف زدم، اون گفت تو اخبار میگن یه اتفاق عجیب داره برای خورشید میفته و اینکه یه سری آدم دارن از زیر زمین میان بیرون، به یه دلیلی بهش میگن بازدید کننده. چیزی ترسناکیه، نه امیدوارم درست نباشه. چطور بازدید کننده؟ آره یه اسمیه که به آدمای زیرزمینی میدن. خدا میدونه چرا بهشون این اسم رو میدن. فکر کنم به این خاطری که اونا بازدید کننده از زمین هستن یا حداقل سطح زمین، یا شاید به این خاطر این ور اون ور میرن تا وارد خونه های مردم بشن. دکتر خالم بهم گفت که تنها تو خونه موندن خطرناکه، برای همین اومدم اینجا تا مطمئن شم که آسیب نبینی یا بدتر از اون. زن دختر داره میگه. من میتونم از خودم بار کنم. باش عالیه، پس بذار فردا صبح به این گفتگو ادامه بدیم. وقتی بیدار شدی تو آشپزخونه میبرن. صبح بخیر. شب بخیر. خب آقا فکر کنم میخواد فردا صبح بیاد خونه ما. نمیدونم چقدرم نمیشه نادی. خانه همسایه شما با به تنهایی در مزه آقا بریم بخوابیم. فکر کن این آره اتاق خواب بچه ها و اوکی بریم بخوابیم بچه ها. وای کارو بگیر. فقط بچه ها 3 دور خبر فوری. امروز ساعت 6:28 صبح یک تشعشع قدرتمند انرژی از خورشید ساطع شد. در نتیجه ما به سطح بحرانی رسیده است. دولت از آن زمان وضعیت اضطراری اعلام کرده است. از بینندگان برنامه بعدی چیز خوب. شما بالرینی های را میبرید با ظرفیت نقص. داداش به چه درد میخوره؟ من دارم میمیرم. با وجود ظرافت ای کاش کسی میتونه از این توضیح بده که چه خبر است. اوکی از خانه کنار استان نمیدونم اینو فکرم کار نمیکنه بچه. خب آقا ما بریم. Let's go. وای تو کارو بگیر. الان میشه اینا میترسم الان بیرون نگاه کنم. شب میندازم. این چیه؟ ذخیره. این سیوه. اینم که سگه. رادیو و ایناست. بعدا چکی میکنم. اینجا اتاقاست. خب اوکی. اینم فکر کنم میشه درست. آره اینا اتاقای من هشی. خب
بریم اینا رو نگاه کنیم بچه‌ها. ببینم. خب بچه‌ها این همسایه‌مون اومده خونمون اگه اشتباه نکنم. گفت میام خونتون بچه‌ها. لعنت بس همه اینا واقعیت داره بالاخره. خب پس هر چی که گفتم منطقی بود. تو طول روز بیرون نرو، باید یادت باشه که بقیه هم اجازه ورود بدی. خب چرا؟ میفهمم، میدونم شاید از مهمون داشتن خوشت نیاد، ولی باید بهشون اجازه ورود بدی. دختر خالام دقیقا نمیدونه چرا نمیتونیم فقط خودمون پناه بگیریم، ولی اون اشاره کرد اگه کسی اومد پرسید که تنهایی بگو نه، بهش بگو که تنها نیستم و یه نفر دیگه هم تو خونه باهاته. آها بچه، پس اگه یکی اومد از اون پرسید که تنهایی، باید بهش بگیم که ما تنها نیستیم و یکی دیگه هم با همون تو خونه هست. اوکی. من از سر کلاس زدم اومد و اون اشاره کرد اگه کس اینو چرا باید آدم دیگه رو با خودم داشته باشم؟ افرادی که اجازه میدی بیان داخل ممکنه یه چیز به درد بخور بیارن. یا اطلاعات جالب رو به اشتراک بذارن. باید بعضیا رو بیاریم جلو که مثلا اطلاعات ازشون بگیریم که ببینیم اوضاع از چه خبر و خبر و اینا. فقط یادت باشه، فقط یادت نره اونها رو از نظر نشانه‌های ملاقات کننده آزمایش کنی. من چطوری با این گرما در طول روز انرژی زیادی نخواهی داشت. باشه، پس با دقت انتخاب کن که چه کسی رو میخوای تست کنی. باید خیلی دقیق نگاه کنی. این کار خیلی سخت و طاقت فرساییه، ولی نگران گپ زدن با مردم نباش. اون هیچ انرژی رو ازت نمیگیره. پس هر چقدر که دوست داری حرف بزن. میگه هر چقدر با مردم حرف بزنیم هیچ انرژی خاصی ازمون نمیگیره. و حتما از پنجره بیرون نگاه کن. تلویزیون عالیه و اینا، ولی هیچ منبع اطلاعاتی بهتر از چشم خودت. چی گفت؟ میگه بچه‌ها تلویزیون اینا گوش بده، ولی چشای خودت از همش قابل اعتماد تره. اوکی، بریم سراغ چی بعدش چی؟ متأسفم، تنها کاری که الان میتونیم انجام بدیم اینه که سعی کنیم زنده بمونیم. امیدوارم که باشیم که این کابوس تموم شه. اما می‌دونم که دولت یه جوری بهمون کمک میکنه. شاید همه رو یه پناهگاه یه چیزی اعتراض کنه. اگه این کارو کردم من با خانواده‌ام با هم باشیم. خب اینم از طرف من. آره تقریبا من فردا شب برمیگردم خونه. شما رو یادداشت کن، اونجا خط تلفن رو اندازی. شما رو یادداشت کنم الان؟ خب من یادداشت کردم. خب دیگه واقعا تموم شد. یه نوشین باز کن و یکم بخواب. دوباره میتونم؟ راستی یه جعبه آبجو برات آوردم. برادر زنم تو کارخونه آبجو سازی کار میکنه. قبل از اینکه بری بخوابی یه دونه بزن. خیلی خواب‌آورت میکنه. اگه حس کردی که دیگه حوصله صحبت نداری، یه آبجو بخور و استراحت کن. حل. بعد آبجو بخور. درسته اینه حل. آقا میگه یه آبجو. باید بریم بخوریم بچه‌ها. چرا الان چی کاری کردم؟ خب اگه مشکل نداره بریم بخوریم. لیتس گو. کارو بگیر. شد؟ آقا اینا رو فکر کنم باید ببینیم. از دور خانه همسایه‌تان رو می‌بینید که در حال حاضر به دیدن شما آماده است. اوکی. نور از پنجره میتابد. به نظر میرسد خانواده‌اش منتظرن او به خانه برگردد. اوکی. پس میخوان خانواده این خونه همسایه ماست و خانواده‌اش میخوان برگردن. خب چند نوجوان رو میبینید که در حیاط وقت میگذرانند. بدون هیچ نگرانی نشستند و درباره چیزی گپ میزنند. شما توجه نمیکنید. بریم آقا لیتس گو. اینا رو نمیشه چک کرد. پس در طول روز باید بررسی کنیم. چیه؟ کارو بگیر. تلفن و این. حاجی شماره همسایه رو زده. من بی خودی یادداشت کردم. خب این چیه؟ اینم میشه. سکوت من در بیرون مرفوع است. هیچکس آنجا نیست. حتی مستها هم تصمیم گرفتن بیرون نروند. آیا از چیزی میترسند؟ چی میگم؟ آقا بریم ببینیم چی میشه. کارو بگی. چیه؟ سلام، بابام اینجاست، میشه صداش کنی بیاد؟ قبلا خوب بودم ولی الان خیلی ترسیدم. امشب آدمای عجیب و غریب زیاد اینجا هستن. شاید این ویزیتور باشه. اسم بابات چیه؟
اسمش یادم رفته. اوه صبر کن، داری امتحان میکنی که ببینی من یه بازدید کننده یا نه؟ بچه ببینید، بازدید کننده ها از زمین اومدن بیرون و شبا میان و اینطوری الان بازدید کننده خودشون شبیه انسان کردن، شبا میان و اینطوری میان دیگه با همون حرف میزنن که ما راهشون بدیم تو، ولی نباید و نباید ما اونا رو راه بدیم. آقا اسمشو یادت رفته داداش؟ یعنی چی؟ تو باشی منم شروع میکنم به سوال پوشیدن تا آدما رو امتحان کنم. چطوریه دیگه؟ از بازدید کننده ها میترسی؟ من نمیدونم، همه ازشون میترسن، پس شاید منم باید بترسم. من تا حالا هیچ کدومشون رو ندیدم. اونا ترسناکن؟ آدما رو محکم میزنن؟ اگه اینطوریه شاید دوست من تو مدرسه یه بازدید کننده است، اون همیشه منو میزنه. اوکی. بابام بهم گفت مراقب باشم. منم خیلی مراقب بودم. من آروم آروم ناک پا اومدم اینجا، هیچکی منو ندید. من با تو میرم، موافق باشی؟ نمیدونم چیکار کنم. روز خوبی داشته باشی. ممنون، تو هم همینطور. من میخوام برم خونه، اینجا ترسناکه. ما قراره یه بازی جدید به بابام درست کرده رو بازی کنیم. باید تاس بندازی، بعد وسایلی که مثل مبل راحتی و کاناپه رو جابجا کنی. بعد یه توده بزرگ نزدیک در درست کنید تا برنده بشی. یه وقت دیگه بهت نشون میدم چطوری بازی کنی. چی داری؟ رفت این. پس دخترش بود. خدا چی میگم؟ دوباره کارو بگیر. وای میتونم بیام تو؟ خب یه چیزی بگو. میتونم بیام تو چیه؟ داشتم توی بار اون طرف خیابون پناه میگرفتم ولی منو بیرون کردن همینطوری. چرا؟ فکر کنم همه اونجا شخصیت من رو خیلی خوشایند ندونستن. اوکی، ولی من نمیخوام به کسی آسیب برسونم، نگران نباش. فقط زندگی بعضی وقتا مزخرفه، میدونی. خب چی میگی مرد حسابی؟ میتونم بیام تو؟ توی بازدید کننده هستی یا نه؟ قیافم شبیه اون هیولاست؟ نه، من یه بازدید کننده نیستم. تو هیچ وقت با پرسیدن مستقیم این سوال جواب درست حسابی گیره نمیده. بچه‌ها راست میگه تو پرسیدن مستقیم این سوال خب جواب درست حسابی که گیرت نمیاد. گفتم بازدید کننده. خب راست میگه دیگه. خب میگه نیستم دیگه. کارو بگیر. فکر کنم اینجا هم فقری با اون بار نداشته باشه. چرا فکر می‌کنی اینجا فرق میکنه؟ چرا اصلا قبلت کردم؟ داشتم فکر می‌کردم این چیزی بیادمه میگم ولی منصرف شدم. قبلا بهت گفتم یکی اونجا از من خوشش نمیاد. خدا میدونه کی بود. ممکن بود همونجا منو زنده بخورن، هیچ کس هم متوجه نشه. خب به نظر اینو بیایم طورش قیافش زیاد نیستم ولی یه حرفی زد کارو در آورد. بیاد چقدر خوشگله. چیه؟ ممنونم. این روزا اعتماد به مردم پیشیزی ارزش نداره، ولی من از اعتماد به خودم قدردانی میکنم. شاید حتی خب نباید قولی بدم. اوکی. کارو بگیر داداش. چرا تو کجی؟ ستون فقرات آسیب دیده؟ سلام، بخشید که اینقدر دیر مجدد شد. امروز هوا خیلی گرم بود. تلویزیونو گفت نباید از زیر آفتاب بریم. پس میشه یکم یه جایی برام پیدا کنی؟ تو کی هستی؟ من بیرون نزدیک شهر زندگی میکردم. آسفالت اونجا خیلی داره گرم میشه، همونطور که میتونی تصور کنید. در واقع صندوقدار یه فروشگاه محلی بودم یه زمانی. منظورم اینه دیگه نیستم. اونجا من اخراج کردم. من همیشه با کار بدشانسی می‌آوردم. فکر می‌کنی چه حالا چیکار می‌کنی؟ سعی می‌کنم یه جوری زنده بمونم. اینجا خیلی ترسناکه با این بازدید کننده ها. همه جا و خورشید که همه چیزو چی داره. اما من واقعا دوست دارم زندگی کنم. تو نمیترسی؟ بگو که همه چیز به زودی تمیشه. لطفا این چی اصلا حرفاشم بدن نمیخوام. به چه دردم میخوام؟ برو ببینم بابا. اومدم. اون باشه فهمیدم. برو. اصلا به دردم اصلا حرفاش
برو بگیر. امانگوس باشه؟ نگاه یوهو. تو این همه اتفاقات لعنتی رو دیدی؟ خیلی دیوانه کننده. سالت خوبه داداش. چی میخوای؟ هیچی، فقط گوشم میفهمی که. ولی یه راهی باحال سراغ دارم که بتونی پول مفت به جیب بزنی. میخوای بشنوی؟ از اونجا که بقیه دارن خودشونو خیس میکنن و سرشونو بیافتا گرم، میتونی تو بدون اینکه انگشتتو تکون بدی پول پارو کنی. کارو همه این ترسوها دارن شلوارشون رو خیس میکنن در حالی که باید تمرکز کنن چطوری پول در بیارن. شاید داره وعده بهمون میده، چیز میگه که ما بنذاریم میاد تو. نمیدونم چرا اینجا هستی، بذار بشنویم. مردم جزو برنامه‌ش نیست داداش. تا فرصت داری باید تلاش کنی گور بابای خورشید. وقتی که بلند شی پول در بیاری. منظورم رو میفهمی؟ نمیدونم، فکر کنم این پول میتونه بهمون بده یا شاید پول به دردمون بخوره. اینو میارم تو. نمیدونم. بیا خوشحال شد. اوکی، بالاخره از ما عقل پیدا شد. اوکی بیا تو ببینیم چی. مرد علاجی. مثل اینکه امشب دیگه کسی نمیاد. خب بچه امشب دیگه کسی نمیاد. آقا بس یکم اینجا رو چک کنم مثلا میشه. اینا رو که چک کردیم تلفن اینا میشه؟ نه نمیشه. اوکی پس بریم آقا، بریم بخوابیم. لیتس گو. اینو بعدا فکر کنم باید سیف کنم. لازمه سیف کنم. نمیدونم. آقا بریم بخوابیم. لیتس گو. عصر بخیر. اینم از اخبار. فعالیت خورشید به طور پیوسته افزایش می‌یابد و سطح جرم جنایت نیز به اوج جدیدی می‌رسد. بر اساس داده‌های اخیر تعداد قتل‌ها در چند شب گذشته میانگین فراتر رفته است. کارشناسان بر این باورند که این موضوع مربوط به اضطراب روزافزون جامعه در مورد ملاقات کننده است. و حالا بریم سراغ یه لحظه. استودیوی ما به تازگی پیام فوری در مورد تماس با پدیده‌ای دریافت کرده است که ما آن را ملاقات کننده می‌نامیم. تازه داره بهمون میگه. گزارش‌ها شاهدان عینی آن را موجودات توصیف میکنند که میتوانند ظاهر و رفتار انسانها را تقلید کنند. اوکی، برخی قیمتی از تماس خودداری کنید. در یک مورد یک ملاقات تماس با نشانه آشکار شناسایی شود. آها یا شناسایی دندانهای سفیدی میده. آها بچه یادتونه همسایه‌مون بهمون گفت باید اون افراد رو از نظر ملاقات کنندگی تست کنی. منظورش این بود. به نظر می رسید گزارش‌های اولیه این موضوع را تایید می‌کنند. من میگن آنها یک فرد بی خانمان با دندانهای سفید بی‌نقص اوکی روبرو شدن که بعدا معلوم شد یک ملاقات کننده بوده است. آها پس اگه دنداناشون سفید بی‌نقص باشه ملاقات کنندن. آها ویزیتورن. آروم باشید، در تور زود از خانه خارج نشید. در ادامه اخبار بیشتر آبها کمی فورست خرید مواد غذایی خانم مانع رفتن به فروشگاه بود. اما شبیه فورست میتونن همه چیزایی را که نیاز دارید فقط برداشتن تلفن تهیه کنید و اینم شمارش. بچه فکر کنم دیگه لازم نیست خودم شمارش رو یادداشت کنم. اونجا داخل تلفن خودش وقتی میره اونجا خودش ذخیره میکنه. حل آرامش لذت بخش درست کرد. اوکی دوباره میتونم اینم از فیلمی هوای گرم منطقه ما فشار می‌آورد و گرمایی را به همراه دارد. احتمالاً تمام رکوردهای قبلی را می‌شکند. هواشناسان به ما می‌گویند که در طول یک هفته آینده باید منتظر دماهای بالاتری باشیم. با افزایش فعالیت خورشید، نور پروتو فناورش، اشعه فرونش قوی‌تری هم داشته باشیم. حل آقا. فکر کنم چیز خاصی نبود. فقط گفت داره دما اینا میره بالاتر. خب ایشون اون درازه بود بچه ها. بله چیزی میخواستید؟ اینو امتحان کنیم بچه ها. آره این فکر کنم چیزه. دندوناشو یه لحظه چک کنم. گفت دندان سفید بی‌نقص. این بی‌نقص هست ولی سفید نیست. خیلی درسته. پس گروه گم کن بینازه مرد که خرمگه ما تو شوخی دارم. فیل کن بابا. آقا فکر کنم این ویزیتور نباشه. اون چیزی که تلویزیون میگه. خب جان روز دو روز خیار زش آفریقایی چیزی هستی. هی چطوری؟ آقا اینو امتحان کنیم نظرتونه؟ نمیدونم. آره من اینو امتحان میکنم.
دندوناش رو این لحظه امتحان کنم. سفید است ولی بی نقص نیست. فکر کنم اینم مشکل خاصی نداره. همه چی مرتبه. اسلحه رو بریم این خوبه بچه. همسایمون گفت میتونی با اونا حرف بزنی، هیچ انرژی ازت نمیگیره. خب بله، چیزی میخواستید؟ چرا هم زنجیر فجایی از مقصر میدانم خوشید درستانی که قرار دارد و ورود بازی کنند بحران اقتصادی و غیره همه ما فنان داده از یا خور شدن نمیدونم، چیز خاصی نمیخواد بگه فکر کنم. اوکی. اون آمانگوس هم بچه یه حرفی باش بزنیم. چرا چی شد؟ آقا اون بازدید کننده هم بچه یه حرفی باش بزنیم. کار خاصی میگنه. اون خوشحالم که پرسیده داشت. تا حالا اسم شرط بندی و ورزشی رو شنیدی ها؟ آره شنیدم. اینجوری خرج زندگیمو در میاردم داداش. شرط بندی درست حسابی کار آدمای خنگ و عوضیه داداش، جدا. همیشه راههای برای تقلب کردن از شرط بندی ها هم هست. تو فقط روی شرط مطمئن شرط بندی میکنی و بعدش لم میدی و تا پول مثل آب روان بیاد. آها، این شرط بندی اینا داره. پول نداری مشکل نیست، فقط یه احمق دیگه قرض بگیر. به این میگی کار؟ داری منو مسخره میکنی؟ معلوم که کار بود. من حتی دفتر و میز تحریر هم داشتم. مرد خیلی شاهانه بود داشت. یه میله چرمی لعنتی دفترچه یادداشت. آره اسم شرط بندی ها مقدار بدهی سود خالص همینا روی کاغذ. این چیز خاصی نمی بیشتر شرط بندی و اینا میکنه. آقا دوتاشون ویزیتور نیستن تا چیزی که من دارم الان میبینم. ویزیتور اینا نیستن. اینم که نمیخواد باز کنه. اینم چیه؟ باید خودم بررسی کنم. گروه فکر کنم بچه اینجا انرژی نداریم. اگه انرژی نداشته باشیم نمیتونیم تست کنیم. اوکی. تلفنی هم کار میکنه. سیگار صفر دادیم. چه دردیم با سیگار؟ تلفن رو جیم فورس بچه. فکر کنم باید مواد غذایی اینا سفارش بدیم. میارم اینو بزنیم. نمیدونم. آقا من یه زنگی به همسایه بزنم آجی. دوباره اینا رو باید یه تستی بکنم. آره 446 484 درسته؟ بله یه زنگی بزنیم بهش. هی همسایه از شنیدن صدات خوشحالم. خب تا حالا اجازه دادی چند نفر بیان داخل؟ اگه نه پس واقعا باید بگم کم کم بهش فکر کنی. سوال داری؟ چند تا نشونه لازم بفهمی یه نفر بازدید کننده است؟ تو هم داری آدم ها رو پنهان میدی؟ من این ازش بپرسم. آره مجبورم. دخترم اصلا این وضعیت رو دوست نداره، اما چه کار میتونم بکنم؟ راه دیگه ای وجود نداره. اون مدام ازم خواهش میکنه که ببرمش بیرون، فقط برای اینکه از همه غریبه ها توی خونه دور بشه. اما روزها نمیشه. برای همین شبها میریم پیاده روی. میدونم خطرناکه اما چه کاری دیگه ای میتونم بکنم؟ سوالی داری؟ سوالی چیزی؟ آقا یه لحظه فورس هم زنگ بزنیم. چیه؟ 587 248 248. لیتس گو. سلام، به طویل غذای فورست خوش اومدید. مایلید سفارشی ثبت کنید؟ 2 تا انرژیگاه. این چک نمیدونم چیه. یا قوطی قهوه ببینیم چیه. همین سفارشتون پذیرش شده. همون سه طویل در شب فردا باشید. حل شب برام میارن چیزو. بریم بخوایم دیگه. هم انرژی ندارم همه چی. روال آقا. لیتس گو. کارو بگیر. آقا ما بریم بخوابیم و بریم. خب آقا این از این چی شد الان مثلا؟ چیه؟ خب یه تستی بکنم. چیه؟ همسایه‌تان و دخترش از پنجره میبینید. آنها با خوشحالی بازی میکنند و سعی میکنند وحشت های جاری را فراموش کنند، اگر شده فقط برای یک لحظه. اوکی، چیز خاصی نبود. وای پسر، جسد ناجوانان روی زمین افتاده است. کسی آنها را کشته است؟
به نظر میرسد اخیراً اتفاقی افتاده است. هنوز خون خشک نشد. بچه یکی اونا رو کشته. وای، اونایی که بچه بازی میکردن، من دیشب رفتم نگاه کردم بهشون. اونا وای، مردی رنگ پریده روی پیاده‌رو ایستاده است. چین‌های عجیبی در پوستش وجود دارد. انگار پوستش برای بدنش زیادی بزرگ است. نمیتوان چشمانش را اینجا ببینید، اما میتوانید حس کنید که نگاهش به شما خیره شده است. ناگهان احساس ترس عمیق میکنید و دعا میکنید که ملاقات کننده وحشتناک از کنار خواهانتان عبور نکند. اوکی، چی فکر کنم این اونا رو کشته، اشتباه نکنم. آقا ببینیم چیه. سلام، پیک برای استراحت اینجاست. پیکه بچه، این پیکی گفت دیشب بسون. یه قهوه بهش آدم میکنه. خدا بسش. هی تو اون طرف در صدای قدم هات رو میشنم. اشکال نداره امشب اینجا بمونم. چرا انقدر خوشحالی؟ به اندازه کافی عصبانیت اینجا وجود داره. آره، روزگار سختی، اما هنوز جای زیادی وجود داره که ارزش جنگیدن رو داشته باشه. نسل بعدی هنر فقط زندگی خود. اگه به خودمون بگیم که همه چیز درست میشه، پس شاید اوضاع یکم آسون‌تر بشه. پس تو میخوای به مردم دروغ بگی؟ چرا برای خوشحال بودن وجود داره؟ پس اینکه اتفاقات قبلا مشتاق انجام کاری بودم. سعی می‌کردم یاد بیاری چه چیزی بهم لذت میداد. سعی کن، ما نمیدونیم اجازه بدیم که غرق در ناامیدی بشیم، به خصوص حالا. اینو بیاریم بچه‌ها، حرفش بد نبودم. بیا تو. امیدوارم یادت بیاد که حس لذت داشتن چه شکلی بود. شاید اون موقع مرگ تنها چیزی نباشه که بهش فکر می‌کنی. آقا اینو آوردم تو ببینم چی. فردا هم دندوناشو تست می‌کنی. هالو کسی اون تو زنده است؟ چرا اینطوریه؟ خب میشه بذاری بیام تو؟ به در من نگو. چرا جایز؟ به در من نگو. هی ناراحت نشو، نمیخواستم بیدارت کنم. خودم یه لحظه هم نخوابیدم. میدونی قبلا گورکم بودم. گور میکند. چقدر؟ البته الان دیگه فایده ای نداره. دیگه قبرها هیچ معنی ای ندارن. مردم فقط میافتن یه جا افتاده. بچه گفت من قبلا گورکم بودم، یعنی گور میکنده، قبر میکنده، ولی الان دیگه هیچ کاری واسش نمونده دیگه. همه میمیرن یه جا. اوکی. چیزی از اون دیدی؟ آره لعنتی، داشتم یه قبر میکندم، یکی سفارش داده بود. اون همونجا ایستاده داره کار کردنم رو تماشا میکنه. داشتم میدیدم و میکندم که ایهو بوم، بیل خورد به یه چیزی. فکر کردم سنگه، ولی نه، یه دست از خاک اومد بیرون. بازدید کننده داشت از زمین میاد بیرون. یه بازدید کننده بود داشت از توی زمین میاد بیرون. این یارو فقط میخندید. مثل جهنم فرار کرد و پشت سرم رو نگاه نکردم، جرئت نکردم برم کنه. فکر کردم توی جمعیت امن‌تره. آقا این گورکن احتمالاً اطلاعات داشته باشه. من اینو میارم تو، فردا یه تستی میکنیم. ممنون. اجازه می‌دستم مسئول بشه سلام باشم. اوکی. کسی نمیاد؟ کارو هی سلام، فکر کنم این بهتر بشه. اینجا مثلش مال شماست. منظورم خونتونه آقا. آره مال منه. خب پس میتونم بیام تو یا میخوای همینجا بیرونم ولم کنی؟ نتونم زیر زمین یه جای قایم شدن درست حسابی دیگه پیدا کنم، برای همین اینجام. پس پدر مادرت کجاست؟ داداش جهنم. اگه بدونم خونه احتمالاً کجا میتونم باشم، یا شاید الان دیگه اونا بازدید کننده هن. بهشون میاد ها. اونم عاشق آفتاب گرفته است. آره اینم به یه احتمال باحال دیگه است. هرچی که اینجام مگه نه، و یه سرپناه لازم دارم. واقعا میخوای یه بچه رو اینجا ویل کنی زیر آفتاب سوزان با وجود بازدید کننده ها؟ شاید بچه خوبیه بیاریم تو یا گفت اطلاعات خاصی هم نداره، ولی نمیدونم، فکر نکنم ویزیتور باشه، بچه است.
اون روایی هم کسان داری عجب چیزیه ولی هرچی مثل اینکه امشب دیگه کسی نمیاد فارسی شده تاست. البته این بازی بچه فکر کن اینو 30,000 تومان فکر کنم باید میخریدی ولی یه سایت پیدا کردم رایگان فارسی سازش رو داشت دانلود کردم. اینا هم که فکر کنم کاری نمی کنن و هیچی دیگه بریم بخوابیم. لیتس گو. عصر بخیر. نمیرن از اخبار. گرمای غیرعادی همچنان در حال افزایش از تهاجم بازدیدکنندگان هیچ نشانه را از کند شدن نشان نمیدهد، یعنی اصلا کند نشده، زیادم شده. خب به این ترتیب دولت یک سازمان جدیدی برای رسیدگی به وضعیت نوظهور تأسیس کرده است. آژانس مدیریت سازمان اطلاعاتی فدرال که به آن فما نمیدونم نامیده می شود تیوی تنها چند روز پس از تأسیس این آژانس در حال حاضر راه جدیدی برای شناسایی بازدیدکنندگان کشف کرده است. کثیف زیر ناخن‌ها. متخصصان میگویند این نشانه به شناسایی موقع کنندگان از زیر زمین بیرون آمدن کمک کنه. از زیر زمین میان بیرون و زیر ناخن‌هاشون خاکه. اینم چیز بالیه. آرام باشید. در روز از خانه برنامه بعدی گزارش بحران در مورد دیوانه رنگ پریده ابتدا شناگاهی. آگفته باشن به خاطر در این ساعت نیاز درست ما فرته ما در حال بی‌پاسخ مانده است. سازمان فما به کمک ما هیچی اصلا متوجه نمیشم. این قهرمانان شروع از آژانس مدیریت اضطراری فدرال از ما در برابر تهاجم بازدیدکنندگان محافظت میکنند. تا کنون این آژانس بیش از 27,000 ناهنجاری خطرناک شناسایی کردند. 26,000. خب به یاد داشته باشید شما می توانید با اطلاع دادن هر گونه فعالیت مشکوک در اطراف خود به سازمان فما کمک کنید. برای این کار فقط کافی از اطلاع منظورتون بدهید تا ما آن را اوکی. یه برگه به ما میدیم به اونی که باش مشکوکیم و تمام. و اگه زبان اینم شمارهشون اگه اشتباه نکنم تو شما بپیوندید. حله گزارش ها حاکی از آن است که یک دیوانه رنگ پریده در خیابان های شهر ظاهر شده است. پلیس از اظهارات مختلف متوجه شده است که قربانیان او همگی چی داریم؟ علاوه بر این دیوانه قبل از ارتکاب قتل وحشیانه خود را دوست دارد و قربانی صحبت میکنه. پلیس از اظهارات شاهدان عینی کرده است. بسیار رنگ پریده است، موه سفید و اینا تایید نشده. میتونید دیدید باز نکنید. حل فکر کنم یارو بود به اون نگاه کرده بود. نه زیاد از اون خیلی وحشی بود. فکر نکنم اون باشه. خب آقا بریم بعضی رو تست کنیم. آقا اینو تست کردیم بچه، این مشکلی نداشته. تو رفته حاجی کثیفی زیر ناخنم باید تست کنیم. البته دندونش که زرد بود، فکر نکنم زیاد. این که آجی 2 تا جدید اومده این اتاق، یادمون باشه بچه 2 تا جدید اومده این اتاق. این چیه؟ این بچه است. اینم آجی اون 3 نفر راه دادیم. یه آبجام میتونیم بزنیم و قهوه. انرژی شما رو به 0 کاهش میده. اینو تست کنیم آجی. قهوه است بخوریم. بچه اینجا نگاه کن، یه دونه از اینا بهمون اضافه کرد. خوبه ولی خب خالیه، به چه دردم میخوره؟ آخه این بچه فکر نکنم زیاد، ولی من خودم بچه به این خیلی مشکوکم. به این آقا من اینو تست کنم. باید تو رو امتحان. اول دندوناش داداش بکشیمش. یه لحظه اینم تست کنم آجی. زیر ناخونش ببینم آجی. نه کسی نیست کارو در آورده. فکر نکنم بازی کننده باشه. این از این مطمئنم فکر کنم، چون دیگه قبر رو میکنه دیگه. چقدر تو مطمئنی؟ چقدرم چیز داری؟ الان میاد شب میاد میکشتت. آقا دیگه فکر کنم چیز دیگه ای لازم کار دیگه ای نمیتونیم انجام بدیم. اینجا هم که فما رو ذخیره کرده و فورست و اینا همسایه. آقا اینم که این و
کار دیگه نمیشه انجام داد بچه ها. سیف کنیم بچه ها، به نظرم سیف کنیم. نمیدونم رادیو میشه استفاده کرد؟ یه تستی کنیم. آقا رادیو چیز خاصی نگفت به نظرم. بچه بریم بخوابیم و بچه تا اینجا کافی باشه. حتما پارت بعدی هم ببینید. الان که نذاشتم ولی اگه گذاشتم حتما ببینید. باید افراد زیادی رو بدیم ببینیم اینا بازدید کننده هستن یا نه. و بچه شما برید سراغ بخش بعدی. خوش خیلی دلم خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اگه تا اینجا ویدیو رو لایک نکردید حتما همین الان ویدیو رو لایک کنید. نظرتون داخل کامنت ها بهم بگید و تا پارت بعدی این بازی فعلا بای بای.